پس عزیزان این قصه حقیقی از در قرآن است که درباره صحبت کنیم. چه خیلی گفتم وقتی زیاد میگیرد، من مختصر برای شما گفته گذاشتم. و خودی خضر نامشان چرا خضر است؟ خضر نام خودشان نیست، این کنیهشان یا لقبشان هست. درباره نامشان ایلیا بود، ایلبا بود، ایلیسع بود، چند نام رو آوردگی هستند در تفسیر ابن کثیر و قرطبی و دیگر تفسیرها که عموما بین علما اختلاف کلان است که نام اصلیشان و نام پدرشان چی هست. اما لقبشان خضر است. حدیث در بخاری است که حتی به سبزه هایی که یا به زمین خشک وقتی می نشستند، بعد از آنجا برخواستنشان آنجا سبز می شد. و خضر از کلمه خضر سبزه هست که جایی که می نشستند سبزه می دمید. این کرامات حضرت خضر بود، برای همین نامش لقبشان خضر است. لیکن چه خیلی گفتم در کجا تولد شدن، پدرشان که هست، نام اصلیشان که هست، خیلی مسئله اختلافی است. و حتی آیا پیامبر بودن یا اولیاء بودن بین علما اختلاف است. بعضی علما میگن خضر مثل موسی پیامبر بود، او پیامبر بود، برای همین گفت که و ما فعلته عن امری، من کاری که کردم از پیش خود نکردم، هر چیزی که کردم مثل پیامبران و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، از طریقه وحی بود. که بعضی علما میگن خضر یکی از پیامبران بود، اما بعضی دیگرها میگن نه، خضر اولیاء بود، از بنده های صالح الله بود. چگونه که الله به حضرت مریم وحی میکرد یا الهام میکرد، به خضر هم همین گونه الهام میکرد که او اولیاء بود. یعنی بین علما اختلاف است.